دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال از کمبودی مواد خوراکواری رنج خواهند برد. در گزارش برنامه جهانی غذا و سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ در افغانستان، خشکسالی و بیماری کووید 19 و همچنین سخت‌تر شدن بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری روبرو است، مدیر برنامه جهانی غذایی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما در افغانستان گفته است در ماه‌های آینده میلیون‌ها افغان مجبور می‌شوند بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. معاون برنامه جهانی غذایی در افغانستان هم میگوید چنین وضعیت که حالا در افغانستان مشاهده می‌کند در 10 سال گذشته مانند نداشته است. او گفت در حال حاضر نزدیک به 18 از 8 میلیون نفر با کمبودی غذا در افغانستان روبرو هستند. در چند ماه آینده این عدد تا 22 از 8 میلیون نفر افزایش یافته میتواند، زیرا زمستان سخت در راه است.